خب بریم سراغ 3 تا حرف بعدی، یعنی گ، ها و ای، به همراه نکات تلفظی و مثالهای آلمانیشون. حرف گ اگر در ابتدای کلمه بیاد معمولا صدای گ میده، مثل garten یعنی باغ. اما اگر در ابتدای کلمه بیاد یا قبلش حروف صدادار داشته باشیم، یه صدای شبیه یه خ نرم شنیده میشه، مثل تخ که همون تاگ نوشته میشه. ولی اگر تو پادکست ها حالا یا موقع نیتیوا صحبت میکنن گوش بدین، همشون میگن تخ. حرف بعدی حرف های. اگر در ابتدای کلمه بیاد همون صدای ه میده، مثل فارسی خودمون هالو یعنی سلام. اما اگر بعد از یه حرف صدادار بیاد معمولا تلفظ نمیشه و فقط باعث کشیدگی حرف صدادارمون میشه، مثل گن. نمیگیم گهن، این ه شدید تلفظ نمیشه و فقط صدای ای رو کشیده تر میکنه. دوباره تکرار میکنم، گن. خب میریم سراغ حرف بعدیمون، یعنی ای. معمولا صدای ای کشیده میده، مثل ایران. یادتون باشه که نباید حرف ای رو مثل کلمه انگلیسیش که همون آیه تلفظ کنین، چون همین ای وقتی که با حروف ا ترکیب میشه صدای جدید برامون درست میکنه. مثلا وقتی که اول ای میاد و بعد حرف ا میاد صدای ای کشیده تر داریم، مثل دی که حالا بعدا باش آشنا میشیم و براتون توضیح میدم. ولی اگر اول حرف ا بیاد و بعد حرف ای بیاد صدای آی میده، مثل اینز یعنی عدد 1. حالا این ترکیبا رو براتون می‌نویسم که راحت‌تر بتونین یادداشت کنین یا تمرینش بکنین. یه چالش کوچولو هم براتون میذارم که حالا بیشتر تمرین کنین. خب بریم سراغ تمرین و تکرارمون. با هم دیگه تکرار کنیم. گ، ها، ای،